الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى این حلقه 31 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. در این حلقه ما ان شاء الله سبحانه و تعالی به بیان و شرح و توضیح کفر و شک می پردازیم. مسائل چند در مسئله یقین که به نهایت کوچک است، در درون این مسئله ها به شما بیان خواهد شد. کفر و شک کفر است که متعلق به نبودی یا به نبود شدن شرط یقین می باشد. یعنی وقتی که شرط های یقین، چیزهای لازمی یقین یا که خود یقین نابود می گردد، به جایش شک می آید و این شک کفر است. کفر و شک معنایش این است که کفری که به سبب نبودن یقین به وجود می آید، زیرا وقتی که یقین رفت شک به وجود خواهد آمد. شرط صحت اول لا اله الا الله علم بود و مخالف علم این جهل بود. علم این شرط لا اله الا الله است و جهل این کفر است. شرط دوم، شرط صحت دوم لا اله الا الله این یقین است و نبودن یقین این کفر است و این کفر و شک است. و علما این کفر و شک را این چنین کفر و ریب، کفر و ظن نامیده اند. ریب، ظن، شک از همدیگر کمی فرق دارد، لیکن به عموم همه از شک و شبهه است. و البته شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله این نمود کفر را، کفر شک را کفر الظن ذکر نموده اند. در کتاب های توحید که شیخ مجددین محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نوشته اند، میبینید که این کفر الظن شده است. عموما این کفر الظن یا که کفر ریب یا که کفر شک گفتن هم درست است. پس معنای شک شرعاً چیست و مراد از این کلمه چیست؟ علما میگند معنای شک این است که حاصل شدن شک در شهادتین، یا که در یگان امر از امرهای دین، در یگان مسئله از مسئله های دین که ثابت است، قاطع است، آشکار و روشن است، در قرآن سنت آمده است، اما کسی شک بکند. ما البته مسئله هایی که باید در اون یقین باشد ذکر نمودیم و ذکر کردیم که در این مسئله ها وقتی که شک به وجود میاد کفر است. پس مراد از شک به لا اله الا الله این است که هر کسی شک بکند به لا اله الا الله و اعتقاد بکند در نسبت لا اله الا الله اعتقاد باطل را، یا که میگوییم اعتقاد به صحیح بودن معنای لا اله الا الله نکند. شک همین است. لا اله الا الله میگوید اما به معنای لا اله الا الله شک میکند. اعتقاد به صحیح بودن معنایش اعتقادی جازم نمی کند. اعتقادی که باید جزمن میکرد جزمن نمی کند.
و قلبش اعتقاد به همین کلمه لا اله الا الله نمی کند و مطمئن به این کلمه نمی شود، بلکه در قلب انسان هایی که شک است، یعنی در قلبش یک تردد، تذبذب، متردد، شک و شبهه، این چنین چیزها است که دلالت می کند که این انسان در قلبش شک دارد، ریب دارد. بارک الله فیکم. یا کسی شک بکند در رسالت محمد صلی الله علیه و سلم یا چیزی از آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند، و این چنین شک کردن در مسئله این که یعنی شک بکند که گویا دیگر دینهای باطلی که غیر دین اسلام هست باطل نیست، یعنی در باطل بودن دیگر دینهای باطل شک بکند و در کفر واقع شدنی یا که کافر بودنی پیروان دیگر دین شک بکند، یا که توقف در تکفیرشان بکند، یا که توقف در تکفیر کردن مشرکان باشد، یا توقف بکند در باطل شماردن مذهب کافران و مشرکان، یا که بیاندیشد و فکر بکند که بین دین اسلام و ملل کفر از یهود و نصارا و غیر اینها جمع کردن و اجتماع کردن ممکن است. و هر کسی که این عقیده ها رو دارد، علما میگن به تحقیق ارتد بذلك الوصف عن اسلامه، با همین وصفای شده از اسلامش مرتد شده است و ارتداد کرده است. پس هر کسی که یقینش تحقیق نیابد و بجای یقین شک و ریب وجود بیاید، تردد، تذبذب در ایمانش به وجود بیاید، برای همین علما میگن این چنین انسان ایمانش ایمان وجود ندارد، در این چنین انسان ایمان وجود ندارد، ایمانش هم صحیح نیست، توحیدش هم صحیح نیست، و لا اله الا الله از این چنین انسان قبول نخواهد شد. ابن القیم الجوزی در نسبت کفر و شک در کتاب مدارج السالکین خود میگویند: اما کفر الشک فانه لا یجزم بصدقه ولا بکذبه بل یشک فی امره. اما میگن کفر شک این یک کفر است که در صادق بودنش جزم نمی کند و این چنین دروغ هم نمی شمارد، بلکه شک می کند بین صدق و بین کذب. بارک الله فیکم. پس ببینید مسئله شک از سبب نبودن یقین به وجود میاد. پس شک به کدام چیزها تعلق دارد؟ شک واقع می شود به اصول دینی که بر وی مجمع علیه است و این چنین بعضی از مسائل فرعیات، جزئیات هم واقع می شود. شک هم به اصول دین واقع شدنش ممکن است، هم به مسائل جزئی و فرعی. اما در بعضی حالات شک انسان را کافر می کند، خارج از ملت اسلام می کند، و در بعضی حالتهای دیگر اگر در مسائل جزئی و فرعی باشد هیچ مشکلی نیست، البته گناه است. و ما به شما شکی که کفر است و در مکانهایی که شک کردن کفر است به شما ذکر می نماییم. خیلی که به شما ذکر نمودیم که در 12 جای یقین کردن واجب است و البته ضد این کفر است. اولا شک به وجود الله سبحانه و تعالی کردن این کفر است. الله سبحانه و تعالی در سوره ابراهیم آیه 10 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا به الله شک هست؟ البته استفهام انکاری، یعنی هیچ شکی به الله سبحانه و تعالی نیست که به وجود بیاورنده آسمان ها و زمین است. دومین نمود شک کفر که در اصول است،
الشك في وجوب تفرد الله سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية أو الألوهية وعبادته. شک کردن در واجب بودن یگانه شناختن الله و در توحیدش و در توحید ربوبیت و الوهیت و عبادت کردنش، و شک کردن نسبت این که الله سبحانه و تعالی مستحق، یگانه خودش مستحق به عبادت است، یا شک کردن در مسئله یگانه بودنش در کمال مطلق، یا شک کردن در مسئله این که در مسئله پاک بودن و منزه بودن الله سبحانه و تعالی از تمام عیب و نقصان. یعنی در همین مسئله کسی که شک میکرد این هم کفر است و کافر خواهد شد. این دوم. سومش شک به قضای و قدر، شک به قضای الله و قدر کردن. پس باید در مسئله قضا و قدر انسان یقین داشته باشد. چهارم شک به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم، یا که شک کردن در وجوبیت اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم و طاعتش و محبتش. کسی شک بکند در مسئله پیرو شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و طاعت پیامبر صلی الله علیه و محبتش. پنجم شک در وجود ملائکه، یا که تا این روز آمدن رسولان و پیامبران، شک در کتاب‌های، در مسئله کتاب‌هایی که نازل شده است از درگاه الله سبحانه و تعالی. ششم شک در قرآن یا در واجب بودن عمل بر قرآن. هفتم شک در صحت دین اسلام. بارک الله فیکم. و این چنین شک کردن در مسئله این که دین اسلام تمام دین‌های گذشته را نسخ کرده است. کسی که در همین مسئله شک کند کافر خواهد شد، زیرا دین اسلام تمام دین‌های گذشته را منسوخ کرده است. هشتم شک بر روز قیامت و به بیدار شدن بعد از مرگ و زنده شدن بعد از مرگ و بر روز حساب و بر روز جنت و به جنت و دوزخ. نهم شک به آن خبرهایی که الله سبحانه و تعالی خبر داده است از امرهایش، نهیهایش. دهم شک کردن در مسئله طاغوت ها، شک کردن و یقین نداشتن به کافر بودن تمام طاغوت ها، معبود باشد یا که مطاع باشد یا که محکمه باشد، یا که شک کردن در کفر ملت های غیر اسلام، یا که شک کردن در کفر مشرکین، یهود، نصارا و غیر از اینها دیگر به مانند بودیستا و هندوس و غیره، یا که شک نمودن در واجب بودن معادات، دشمنی بر آنها و براءت از آنها. البته در اینجا ما با شما 10 تا ذکر نمودیم، لیکن سبب این است که توحید الوهیت و ربوبیت رو در یک جا ذکر نمودیم و دو چیز رو در یک جا ذکر کردیم. عموما این هم 12 تا است، چه که ما واجب بودن یقین در بسیار مسائل ها رو ذکر نمودیم، یعنی در کجا باید انسان یقین بکند رو ذکر نمودیم. 12 تا این هم مثل همون است، یعنی مخالفی جایهایی که یقین کردن لازم است که مخالفش شک است، در اونجا کسی شک میکرد کفر است. بارک الله فیکم. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، کوشش نما که در این مسائل یقین داشته باشی و از شک و شبهه دور باشی. شک این به نهایت کسلی وزنی است که بسیار انسان ها به همین واقع شده است. پس باید بدانید که شک دوامدار نمی شود مگرم با اعراض. یعنی انسانی که شکش دوام دارد دلالت میکند که این انسان اعراض دارد، رویگردانی از آموزش دین دارد، رویگردانی از کفت و کاف دارد. اگر اعراض انسان نداشته باشد، اعراض یعنی رویگردانی، اگر انسان اعراض نداشته باشد، شک داشته باشد و اعراض نداشته باشد، شکش نابود خواهد شد. چرا که انسان اگر از دین الله روی نگرداند، کفت و کاف میکند، کوشش میکند، سوال میکند، درس میخواند و این سبب میشود که شکش نابود خواهد شد.
و ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین خود خیلی زیبا ذکر میکن و هذا لا يستمر شك الا اذا الزم نفسه الاعراض. میگن که و این انسان شکش دوام نخواهد یافت مگرم زمانی که انسان به نفسش اعراض را لازم بداند. یعنی همان وقت شک انسان دوام مییابد که انسان اعراض داشته باشد. اعراض از چی؟ ان النظر فی آیات الله و صدق الرسول صلی الله علیه و سلم. اعراض یعنی روی گردانیدن از نظر کردن به آیات های الله و صادق شماریدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. گوش نمی کند آیات های الله را، سخن های رسول الله را، یک نظری هم نمی کند و یک نگاهی هم نمی کند. اما ابن القیم اجازه میگه و اما مع التفاته الیها و نظره فیها فانه لا يبقى معه شک. اما اگر انسان نظر به آیات های الله بکند، نظر به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بکند، به سوی قرآن و سنت روی بیاورد، هیچ شک با همراهی او نخواهد ماند. پس اگر شما سوال بکنید که با کدام راه ما شک خود را نابود بکنیم، راه نابود کردن شک چیست؟ راه نابود کردن شک این یگانه راه است که آموختن توحید است، سوال کردن است، آموختن است. وقتی که شما اصول دین خود را می آموزید، مسائل ضروریات توحید را می آموزید، از عقیده خود با خبر می شوید، شک خود به خود نابود خواهد شد. اما وقتی که یک انسان دین خود را نمی آموزد، وقتی گوش کردن ندارد، وقتی خواندن ندارد، وقتی تعلیم گرفتن دین ندارد، هیچ پروای به دینش ندارد، به حفظ دینش ندارد، پس خود به خود این شک از وی نابود نخواهد شد. بارک الله فیکم، کوشش بکنید بیاموزید و از همین جا فرق کسی که عالم است و فرق کسی که جاهل است فهمیده می شود. عالم شک ندارد، جاهل خواهد نخواهد، گرچنده که اقرار نکند که شک ندارم، شک دارد. شک قلبی و درونی، همه شک به قلب است، وابسته به قلب دارد. برای همین از سبب جهالتش شک به وجود میاد و از سبب شک کفر به وجود میاد و انسان جاهل به کفر همیشه نزدیک است، والعیاذ بالله. پس ببینید که قدر علم و علما در کجاست. بارک الله فیکم. بین کفر اعراض و کفر شک البته فرق وجود دارد. ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند در کتاب مجموعه الفتاوا مجله دوم صفحه 79 آمده است و میگن که ولیس کل کافر مکذبا بل قد یکون مرتابا ان کان ناظرا فیه او معرضا عنه بعد ان لم یکن ناظرا فیه. ببینید در این سخنشان ابن تیمیه رحمه الله فرق شک، فرق ریب و فرق اعراض را ذکر نمودند. میگویند همه کافران همیشه کفرشان کفر دروغ شماریدن دین نیست، کفر تکذیب، کفر مکذب نیست، بلکه میگن در بعضی حالتها انسان کفرش کفر شک و ریب است اگر نظر با آیاتهای الله کرده باشد. ببینید یعنی اگر انسان نظر به آیاتهای الله بکند، نظر به سخنهای رسول الله بکند، نظر به نشانها و معجزه های الله بکند و بعد از این با شک بکند، این کفرش کفر شک است، کفر ریب است یا که کفر ظن است، خیلی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگند. اما کسی که به آیاتهای الله، به نشانه و معجزه های الله، به کتاب الله، به سخنان رسول الله، به زندگی رسول الله نظر ننماید، هیچ نگاهی نکند، پروایی نکند، اهمیت ندهد، در اینجا کفرش کفر اعراض است. پس فرق را آیا فهمیدید یا نفهمیدید؟ فرق فهما. وقتی که انسان نظر به آیاتهای الله میکند، نظر به سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند و بعد از این شک میکند، این را کفر شک میگند. اما وقتی که انسان نظر نمیکند، به اهمیتی میکند، یک نگاه التفاتی هم نمیکند، در اینجا کفرش کفر اعراض است. فرق اعراض نظر نکردن، فرق ریب یعنی ریب نظر میکند باز شک میکند. بارک الله فیکم، همین فرق است. پس بارک الله فیکم، این دلالت میکند که انسان، هر یک انسان وظیفه دار است که از دین خود با خبر باشد، بیاموزد.
تا که موقن باشد، تا که یقین داشته باشد. و شک و شبهه و ریب، ظن و گمان و تذبذب و تردد از این انسان دور بشود. کسی که خود را احترام میکند و میخواهد که از این در این دنیا و در آخرت حیاتش خوب باشد، البته این چنین عمل را پیش میگیرد. بارک الله فیکم. بعض سوال هم شدنش ممکن که شک و وسوسه از همدیگر چه فرق دارد؟ شک این نبودن ایمان است، اما وسوسه این خاطر انسان هجوم به قلب انسان میکند. خاطر انسان هجوم به قلب انسان میکند به اختیار انسان، در حالتی که خود انسان همین چیز رو اختیار نمیکند و خود بنده این چیز رو بد میبیند و بنده میداند که همین چیزی که وسوسه‌ای که هست این چیزی باطل است. یعنی شما به این چیز تصدیق نمیکنید که چیز خوب است. در بعضی حالت‌ها به یک انسان مؤمن هم وسوسه آمدنش ممکن است. خاطر انسان به قلب انسان هجوم میکند، یک چیزی بدی را به قلبتون میآورد، در این حالت بد میبیند، خود انسان این عمل را بد میبیند و میگه که این باطل است و میگه اعوذ بالله من ذلک و درجه وسوسه به شک نمیرسد. اما در حالتی که انسان به وسوسه بسیار گرفتار شود و همون وسوسه را تصدیق بکند، در این حالت این وسوسه به شک تبدیل می آید. سبحان الله. پس برای همین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار عملها را به ما تعلیم داده اند تا که از وسوسه دور باشیم. اولا ذکر نمودن، با طهارت بودن و این چنین از پیشاب کردن به جایی که حمام میکنید، یعنی در جایی که دوش میکنید، در جایی که غسل میکنید به همون جا پیشاب نکردن، چرا که در اینجا پیشاب کردن سبب وسوسه میگردد و آخری وسوسه ببین شک میشود. بارک الله فیکم. پس این مسائل های بود تعلق به شرط و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده دلیل ها از قرآن عظیم شان و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در کفر بودن شک به شما ذکر خواهیم کرد. ذکر می نماییم که دلیل ها را ذکر می نماییم که شک این کفر است و برای کفر بودن شک البته بیان دلیل ضرور است. بارک الله فیکم. و با همین حلقه را به پایان می رسانیم. السلام علیکم